در خدمت آرتیست خوبمون آقای میثم برزا هستیم که فعال در حوزه کمیک، استوری بورد، انیمیشن و کانسپت آرت هستن. سلام خدمت همگی دوستان، خدمت امین عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. اول باید برای خودت مشخص کنی که آقا هدف من از این که بخوام مثلا کامیک آرتیست بشم یا یه آرتیست بشم، نقاش بشم، کانسپت آرتیست بشم، هدف من چیه؟ آرتیست باشین. آرتیست یه کسیه که هر ابزاری بهش بدن میتونه باهاش کار بکنه. فیلمنامه کمیک استریپ با فیلمنامه و نمایشنامه متفاوته. تو اون کمیک کاره که اون ترسه رو مثل یه کارگردان کارگردانی میکنه. یه چیزی که توی کمیک هست خیلی مهمه، اون بحث اون روایتگری سینماییه. اون ممارست تو رو به یه جایگاهی میرسونه که اصلا باورت نمیشه.